میگویند خداوند همه گناه را عذابش در روز قیامت میکند. کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامه. همه گناه خداوند عذابش روز قیامت میکند. این سال نوکردگی این شب خواب نرفتگی خلاص نمیشن. این سال این نوع پیشواز گرفتگی ها مسلمان های بی ناموس پگست خدا را عذابش خلاص نمیشن. اینها دین فروشن، اینها ملت فروشن. اینها سال پیغمبر خوشان تولد چی جشن نمیگیرن. سال پیغمبر عروسانش خواب نرفته خانه به خانه یالکه میکنن. این دیوسا این بی ناموسا را خدا پگه عذاب میکنن. سال نو سال کی هست؟ شب 31 دکمبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفتی این شب همه تا ساعت 12 ششته. محمد ابن عبدالله تولد شده بود. یادان که شما سالی تولد پیغمبرتان نمیدانید، اما سالی تولد عیسی را از اروپاییان زاید شما جشن گرفتی ایستادید. شرمنده های بی ناموس و بی غیرت. شما مسیحی ها، شما اروپایی ها، یهودی ها پیغمبر شما را جشن نمیگیرن سال تولد شد. شما یک بار سوال نمیدونید که سال میلادی کی هستین؟ میلادی باباتای؟ میلادی ماماتای؟ میلادی پیغمبرتای؟ میلاد قرآن ای کی هست؟ از مسیحی ها باشه به ما چی دخل دارن؟ همه فتوها هست من تشبه بقوم فهو منهم. من بی ناموسی شما، من بی غیرتی شما، من بی دینی شما. گناهی که توی ما و شما هم که در یک سالی نو در هر خانه مسلمان شرم ناکده قید میگیرن، مثل همون بود پرستا هم چیکار کردن؟ این گونه توی داشتن. من راستی بار از یک جواب برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جواب داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما با حکومت دارا و با مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست. این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارن، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، اینا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری بسد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین.
فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتون همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نه، به دستمون هم نه، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگن اگر چندی تلخ از گفتم پیغمبر. محبان خورده ست سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، زهر سو نوکری شیطان زند سنگ. زهر سو می جکد سگ بر سری را، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ های خداست. و این نقلی از قاضی خان، یکی از علمای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنم. حضرت قاضی خان میگوید که و ینبغی الا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده. لازم است که مسلمان ها باید در روز عید غیر دین ها اون کارهایی که پیش از عید و بعد عید نمی کردن نکنن. این مخصوصا در همون روز 31 دکبر مثلا هر کاری که غیر دین ها اجرا میکنن مخصوصا در همون روز، مخصوص همون عمل اجرا نکنید میگم. و در دوامش شده که و ان یحترز عن التشبه بالکفره، و شخص مسلمان باید احتیاط کند که مانندی به کافرها نکنند. یعنی روز 31 همه آنها حتمی تارت میخورند، مخصوصا در همان روز نخورید، مگر آن آدمی که سالش 12 ماه تارت میخورد. یک آدمی که اگر سالش 12 ماه هر روز اگر تارت میخورده باشد، همان روز تارت خورد، بله باکی نداره. لیکن مخصوصا در همان روز خریده آمدن و در همان روز مثل آنها تا ساعت 12 شب شمها در گرانیدن، یالکه ماندن، درخت ارچه یا همون بازیچه های سال نوی خریده آمدن، خانه ها را زینت دادن، اینها ببینید این مذهب حنفی است. در کتاب الفتاوی هندیه هم هست و حاشیه ابن العابدین هم هست. اقلا به مذهب حنفی عمل کنید برادرها. و ان یحترز عن التشبه بالکفره، بسیار احتیاط کنند که به کافرها مانند نشود. سخن قاضی خان است از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ما عزیزایم با این دشمنی نمی کنیم که حقایق را چشم پت بکنیم میگیم حقیقتی نیست. حالا میشود که از بهار چشم پت بکنم؟ بهار است. حالا میشود که ما بگویم سال نو نیست؟ سال نو است. بنان در این ما مشکل نداریم، بلکه دعا میکنیم که خدای این سال را با خوبی، با صلح، با امن با ما سپری کن. خود میگیم که این سال نو را وسیله بساز تا بیدار شویم، به خود بیاییم، کشور خود را بسازیم، به مردم خود خدمت بکنیم و در کشور امن و امان را استقرار باشیم. ولی این را میگم سال نوت مبارکت بوده باشد، الله برات خیر نصیب کنه. کی میگه که نارواست و یا غلط است؟ چیزی که ما غلطش میگیم، ناروایش میگیم، خرافات است که در این سال صورت میگیرد. صوت بلند کردن را حرام میگیم، خیراتای بی‌معنایش حرام میگیم، فحاشی و رسوایی را حرام میدانیم، مجالسی که منافی غیرت یک مسلمان است او را حرام میگیم، زردشتیت حرام میگیم. حقایق یک بار باید درک بکنیم، هر چیز را در جای خودش باید قرار بدیم. این نکات است که ما تأکید سرزو میکنیم. حالا نکته در کجا هست؟ چرا یک غالمغالی است در پیام ها؟ یک تعداد یک طرف لب انداختن و یک طرف دیگر انداختن. دوستای عزیز، خوب سرتان خلاص بکنیم. یکی از وزرای خارجه آمریکا که حال مرده و فیلسوف و دانشمندی بود که غرب فعلا تبعیت میکند از افکار از او،
او روزی میگد که به سنای آمریکا خطاب میکند، میگد که ما تمدنی را ایجاد کردیم که بدیلش در دنیا دیده نمی شود. بس خوبیایش یاد میکنند. هیچ کس ما در مقابل ما ایستاده شده نمیتواند، تنها ما هستیم. یگانه چیزی که در دنیا میخواهد ما را مقابله کنه اسلام است و اسلام هم به اخگری تشبیهش میکند که یگان باره تو آتشش بلند میشود. بعد میگه که این آتش که بلند میشود نشود کدام چرچقکش بر شما بخورد، هرگاه بخورد نابود میشین، زیرا اونا از خود تعبیر خود را دارد. در اسلام ما او چیزی که با نظام تو را تعلق ندهد، حساسیت را در مقابل ظالم به تو نشان نده، خوب و بد را تشخیصش را از تو بگیرد، مسئولیت را از تو بگیرد، هیچ وقت کسی با تو مخالفت نخواهد کرد. تمام روز این مسجدی که طلایی هم بسازی مخالفتت نمی کند. هر قدر که تسبیح تو دراز بکنی با تو مخالفت نمی کند. هر قدر که ریشی دراز بکنی و لباس رقم می پوشی با تو مخالفت نمی کند. ولی هرگاه نظام را مطرح کردی، بعد که نکتایی هم داشتی تو را نمی ماند. در مصر ماندن، نکتایی داشت، انجینیر بود، در پوانتونای غرب استاد بود، دکترا داشت، مردم انتخابش کرده بود. کسی از حقوق بشر پرسان کرد؟ کسی در اوجا گفت که اوجا چرا ظلم می شود؟ و چرا یک انسان عادل با انصاف و عظیم را در زندان انداختی؟ و چرا؟ عکس از او را و کسایی که قرآن و سنت چیخ می زدن با این کلان ریشایش. اونو مردم چون حمایت ظالم را کردن قراری که دستن. خود نکتایی دار نماند، دریشوالا را نماند. چرا نماند؟ به خاطر که او اسلام را عرض میکرد، نه به تعبیر دین ارزش میکرد، دینی که تمدن ساز است و انسان ساز است، او را مطرح میکرد. از خاطر باید از بین برود، هیچ کبی دیگری نیست. پس ما میبینیم که یک تعداد در قضایایی که گپ میزند خوب سرتان خلاص بکنن. این مسئله نوروز گپی عادی است، مسئله سر رموز است، رمز. ما میگیم قرآن قانون اساسی ما شماست. قانون اساسی به کلیات بحث دارد، نه به جزئیات. جزئیات شرح میشه. شرح قرآن را کی کرده است؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم. حیات شرح قرآن است. پس قانون وقتی که شرح نداشته باشد کنار گذاشته می شود. از این خاطر یک گروه خیستن تمام روز علیه سنت رسول علیه السلام بحث دارن. این ضعیف است، این طور است، این طور است. مال خلیا برای سنت گشتن. دوم چیزی که ما را سنت معرفی می کند و زندگی رسول الله را معرفی کرده است، دین را به ما معرفی کرده اصحاب کرامند. عقیده ما و شما است که صحابه همشان عدولند. هیچ ولی خدا به کوچکترین صحابی نمی رسد. این عقیده ماست. بعد گروه دیگر تلاش میکنن که چگونه صحابه را نقد کند. چرا صحابه را نقد میکند؟ زیرا رمز وحدتت است، وسیله شناخت دینت است. بعد پایینتر میاد تابعین و اتباع تابعین، ائمه هدای ما شما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری و این شخصیت های بلند. اینا رمز دین ماستند. دین خونا به ما معرفی کرده است. سر اینا میتازد، جایگاه ائمه را براتان کوچک میکند، تعرض میکند به جایگاه ائمه و بزرگای ما. هرگاه ائمه برایتان کوچک شد، او را نقد کردی، پس من بیچاره را خب با گناهی که دارم، خطایی که دارم، اشتباهی که دارم، خب به هزار مرتبه نقد میکنی. پس وقتی که کسی ابو حنیفه را نقد کنه، امام شافعی را نقد کنه، امام بخاری را نقد کنه، او را میگه نمیفهمه.
من را میگه میفهمه. مرا خب به 10 رقم تاپه میزنی. تو که گپ بزرگای ما را قبول نمیگی، گپ مرا چطور قبول کنی؟ دوستای عزیز، خوبترین کتاب در طب، در انجینری و در علوم معاصر کدام کتاب است؟ امو کتابی که نو چاپ شده باشد. یعنی کتابی که امروز چاپ شود در این علوم عصری به مراتب بهترتر است نسبت به کتابی که 1 سال 2 سال پیش چاپ شده است. ولی در از اسلام عزیز ما عکس قضیه است. کتاب هایی که قبلا چاپ شده است او جایگاه دارد، او اعتبار دارد. هیچ کتاب به کتاب بخاری نمی رسد. هیچ کتاب به اون متون گذشته ما نمی رسد. زیرا او مردم به مراتب از ما کده با فهمتر و متقیتر و بزرگمندتر مردم بودن. پس دین را در اوجا جستجو بکن. دین خود در ما جستجو نمی شود. دشمنای ما چی می کند؟ اینا به خاطری که تخریب بکند اول رمز تا می زند. رمز تا که زد تعریف دین سقوط می کند. تعریف دین سقوط می. دین که تعریفش سقوط کرد باز هر کس می آید بی خوشم نمی آید باز یک تعبیر میکنه به نام قرائت از دین. تو که بگوی که امام ابو حنیفه گفته، امام شافعی گفته، صحابه، باز این قرائت از اونها بود. یعنی تعبیر از اونها بود. تعبیر ما خودتون نیست. گپ حل کرد. در حالی که ما شما چطور تربیه شدیم که ارگا به ما بگه ابو حنیفه گفت، شافعی گفت، مالک گفت، من میگم درست شد. دیگه عبدالسلام گپ ندارد. گپ از اونها گپ است. اونا چی میگه؟ او قرائتی از اونها بود، تعبیر از اونها بود. ارگا ما میگیم که رسول علیه السلام میگه قد ابدله الله لكما خیرا منهما. خداوند متعال این 2 جشن که شما عملا او را انجام میتین از این که به بهتر به شما تبدیلش کرد که عید سعید فطر و عید سعید اضحی است. بعد او چیزی که بدل شده است عبدالله ابن عمر میگه که نوروز مهرجان است. عبدالله ابن عباس میگه، در تابعین میگه، ائمه میگه. ارگا بگو اینایی تو گفته با چی میگه؟ این خود تعبیر از اونهاست، این قرائت از اونهاست. عزیزم قرائت از اونها به ما لازم است بپذیرمش. به قرائت از اونها، به تعبیر از اونها به ما لازم است احترام بگذارم و او را در زندگی خود تطبیق بکنم. ارگا قطعیات دینتان را بگیرین از 10 چیز زیاد نمیشه. میفهمین؟ مرا صریح نستم، مرا صریح نستم. تو میگه برادر گلم قطعیات دین را اگر بگم گفتم 10 چیز نمیشه. این دین کلش به زنی و دلالت پیش رفته. این تمدن بزرگ و این فقه بزرگ کلش به زنیات است، کلش اجتهاد است. هرگاه تو اجتهاد از بین ببری دین چیزی نمیماند. واز در هیچ چیز امرای اتفاق نخواد کردی، در هیچ چیز. پس روی این اساس است که ما میگیم که بیاین سال نو را به معنای اصلیش تجلیل کنیم. اول خود را محاسبه بکنیم، حکومت هم خود را محاسبه بکند، مولوی صاحبان خود را محاسبه بکند، بزرگان خود را محاسبه بکند، فامیلان خود را محاسبه بکند. که سال گذشت یک بهاری داشتیم، آیا ما ثمره ای را برای مردم دادیم؟ یک سوال بکنیم. میوه ایت را برای خودت دادی؟ برای فامیلت دادی؟ برای مردمت دادی؟ به پروردگارت دادی؟ اگر نگفتی یک چانس دیگری برات آمد، یک بهار نو آمد. همه چیز در حرکت است. تو هم یک حرکت زیبا بکو به طرف بخشش، استغفار و کسل و تنبلی تا کنار بگذار. عقد راسخ، نیت راسخ را، عزم راسخ را ای را بگی، بگو که خدایا به تو برگشتم، گذشته را بر من عفو بکو، اکنون حمایتم بکو، توفیق برم بده تا تو را خوب عبادت بکنم و به مخلوقت خوب خدمت بکنم. گپ خلاص می شود.